درود به مهمانان صحیفه 1000 کتاب و هواداران کلام بده. و شما استراحت خوب و باریده آرزومندیم. با صحبتمان از کتاب و احترام کتاب. آرزومند آن هستیم که دائما با کتاب همنشین و با کتاب هم صحبت باشید. محمد صبحان 10 ایون سال 1945 در دهه قلعه‌چه‌ای کلان ناحیه اروتپا حاضره سرافشان تولد یافته است. سال 1962 مکتبی میانه رقم 7 را به اتمام رسانده. همان سال دانشجوی فاکولته طبیعت‌شناسی و جغرافیای دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد شده است. بعد ختم دانشکده در انستیتوت زوولوژیا و پارازیتولوژیا با نام پاولوفسکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان به فعالیت علمی پرداخته از درجه لابرانت کلان تا خادم کلان علمی به کمال رسیده است. سال 1971 وارد اسپرانتورا شده، 3 سال در شهر لنینگراد رساله علمی نوشته است و سزاوار عنوان نامزد علم‌های بیولوژیا شده است. سالهای 1976-1979 کاتب اول کمیته کمسومالی اکادمی علم‌های اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بوده. سالهای 1980-1981 در صف قواهای مسلح شوروی در افغانستان ادای خدمت کرده است. سپس تا سال 1983 در انستیتوت زوولوژیا و پارازیتولوژیا همچون کارمند کلان علمی فعالیت برده است. سال 1984 دیگر باره افغانستان رفته، سال 1985 به وطن برگشته است و سردار ریاست علم و تکنیکای وزارت سبزیجات و میوه‌جات تاجیکستان تعیین شده است. بعداً سالهای 1986-1989 سردار شعبه حفظ محیط زیست کمیته اگرصنعتی. بعداً سالهای 1986-1989 سردار شعبه حفظ محیط زیست کمیته اگرصنعتی. سالهای 1990-1992 سردار سرریاست نظارت دولتی وزارت حفظ طبیعت جمهوری بوده است. سالهای 1992-1999 در وظیفه‌های کاتب علمی، رئیس مرکز علمی، مدیر شعبه، معاون رئیس مرکز علمی خوجند اکادمی علم‌های جمهوری فعالیت کرده است. از ماه اپریل سال 1999 تا سال 2003 نخست معاون رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوق. بعداً مشاور شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، کارمند جمعیت دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجه در ولایت سوق می باشد. زیاده از 60 مقاله علمی و عمومی، کتاب‌های لغت روسی تاجیکی از زوولوژیا، اسرار طبیعت، حفظ طبیعت کشور، حفظ طبیعت کوه زندگی، افسانه‌های لکلک سفید، عشق مار، شاه پلنگ، نهنگ مویلبدار و غیره زاده قلم اویند. کتاب‌های برای نورسان تالیف کرده وی قاضی یکپا، لب اشتر آویزان، اسرار طبیعت، قصه لکلک سفید، نهنگ مویلبدار، مرد لطپیوند مقبول همگانند. قصه های مستند نور سمرقند، تقدیر، جانفدای مشرق زمین، قصه فاضل پهلوان، گل سرخ استرفشان، سرنوشت، میرزایان جانفدا، حامیان، مرد صاحب خیردش به گونه کتاب‌های الهیده منتشر گردیدند. برای اثر حامیان سال 2012 سزاوار جایزه با نام کمال خوجندی گشته است. برای خدمت‌های شایان علمی و شهروندی سزاوار مدال اکادمیک پاولوفسکی، اردن دوستی، مدال جنگاور اینترناسیونالیست، مدال ژوکوف و 10 مدال دیگر. افتخارنامه‌های پرزیدیوم شورای عالی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردانیده شده است. عضو وابسته اکادمی علم‌های بین‌الحقی اویل به زوولوژیا، عضو وابسته اکادمی علم‌های بین‌الحقی اویل به اکولوژیا، علاجه فرهنگ تاجیکستان میباشد. سال 1996 به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده است. ما وابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب میباشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تگمچه قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.